بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث در مواعظ العددیه است، در باب 10 تایی که از رسول خدا پرسید مگه خدا نفرموده عرض کنم که ادعونی استجب لکم، دعا کنید من دعاتون رو مستجاب میکنم. و چرا ما هر چی دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه؟ خیلی دعاها میکنیم مستجاب نمیشه. این جهتش رو طرف پرسید، حضرت فرمود برای اینکه شما گرفتار 10 چیز هستید، قلبتون برای خاطر 10 چیز مرده شده. 10 صفت بد دارین که قلبتون مرده شده، از این جهت دعاتون مستجاب نمیشه. حالا اولی چیه؟ انکم عرفتم الله فلم تعدوا طاعته. میگید ما خدا رو شناختیم، خدا رو قبول داریم، اما اطاعت خدا رو نمی کنیم. اطاعت میکنیم، نماز اول وقت میخونیم، تقلید میکنیم، خمس میدیم، مستطیع شدیم مکه‌مون رو رفتیم، اطاعت خدا کردیم. 2 انکم قرأتم القرآن فلم تعملوا به. دومی که قرآن میخونید اما عمل به قرآن نمیکنید. قرآن میگه وَاعْلَمُوا أَنَّهُ بَعْدَ غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. آیه خمس میخونی، آیه حج میخونی لله علی الناس حج البیت من استطاع، اما 10 سال مستطیع شدی نمیری مکه. قرآن میخونین اما عمل به قرآن. قرآن میگه غیبت نکن، لا تغتب بعضکم بعضا، بازم غیبت میکنیم. پس دوم قرآن میخونی اما عمل به قرآن نمیکنیم. 2 3 ادعیتم محبت رسوله و ابغضتم اولاده. ادعا میکنیم ما پیغمبر دوست داریم ولی اولادش رو دشمن داریم. الان یه دسته برادران، حالا نمیدونم کیا هستن که اهل بیت دوست ندارن، وهابیا، ناصبیا، کیان، اینا که بله میگن ما پیغمبر دوست داریم اما اولادش رو دشمن دارن، اولاد پیغمبر دوست ندارن. بله این 3 تا. 4 ادعیتم عداوت الشیطان و وافقتموها و وافقتموه. ادعا میکنید که شیطان دشمن منه اما موافقتشو میکنیم. 5 ادعیتم محبت الجنه فلم تعملوا له. میگه من بهشت دوست دارم، همش میگه حوری و بهشت و اینا، اما عمل برای بهشت نمیکنی. آخه یه کاری بکن که بهشت ببرنه. چیکار کردیم ما که بهشت بریم؟ ادعیتم محبت الجنه فلم تعملوا له. 6 ادعیتم مخافت النار و رمیتم ابدانکم فیها. 6 ادعا میکنید من از آتش جهنم میترسم ولی بدنتون رو میندازین تو آتش خودتون. 7 اشتغلتم با عیوب الناس عن عیوب انفسکم. عیب مردم میگین اما عیب خودتون رو غافلین. خیلی هستن همش میگه اون بده او بده، خودت خوبی؟ حدیث داره خوش به حال اون کسی که به عیب خودش پرداخته به عیب دیگران کاری نداره. همش میگه این بده او بده. 8 ادعیتم بغض الدنیا و جمعتوها. ادعا میکنه من از دنیا بدم میاد. آره تو میری به قول بازاریا. کچله گفتن چرا زلف نمیذاری؟ گفت از این قرتگیری ها خوشم نمیاد. خب زلف کچلی چون نداره میگه دنیا بده. آره دنیا بده. ادعا میکنید بغض دنیا رو هی جمع کن پول. 9 اقررتم بالموت فلم تستعدوا له. یقین داری میمیری اما برای مرگ خودت آماده نمیکنی. چمدون آخرتت ببند بابا جون، کفنت بخر، کارت بکن. بعضی قبرشون هم خریدن، کفنشون هم خریدن، آماده مردن، خوش به حالشون. ولی بعضیا نه، میگن مرگ حقه اما خودشونو برای مرگ آماده نکردن. این 9 تا 10 دفنتم موتاکم فلم تعتبروا بهم. مردهاتون میبریم به زهرا خاک میکنی اما عبرت نمیگیری که منم یه روزی مثل این خاک میشم. همین خیال میکنی همین مرده من نمیمیرم. خب باید عبرت بگی، بگو یه روزم من رو میارن اینجا دفن میکنن. اگر آدم به این 10 چیز عمل بکنه دعاش علتی که ما دعامون مستجاب. خدایا دعاهای ما رو مستجاب کن.
خدایا مریضان هم شفا بده. انقلاب ما رو به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام متصل بفرما. و صلی الله علیه و